یه دختری بلند شده از روستا اومده رفته دانشگاه تحصیل کرده به مراتب عالی رسیده، یه پدری داره مثلا تو روستا، این تحت هیچ شرایطی حاضر نمیشه که این فرزند ازدواج کنه با این فرد. اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که خب آیا این فقه ما اصلا به درد این جامعه امروز میخوره؟ یعنی معضل حل میکنه یا خودش باعث به قهقرا رفتن افراد میشه؟ اگر دختر فهیمه هست، میفهمد صلاح خودش رو، میفهمد اون چرا که برای او بهتر هستش و پدر چنین فهمی رو نداره، ما چرا برای پدر در عین این که از نظر فهم و درک پایین‌تر از دخترش هستش ولایت قائل بوده باشه؟ ولایت پدر بر دختر به معنای امر و نهی نیست. اینو به چه زبانی باید گفت؟ ولایت یعنی مراقبت و تحفظ. پسر مشخصه، دختر مشخصه، بابا میگه من از این بابای این جوونیامون دعوا کردیم و لذا من اجازه نمیدم، معذرت میخوام تو غلط میکنی اجازه نمیدی. میدونید که جمهوری اسلامی الان رویه قضایی همینه. اگر ولایتی رو مراجع ما مجتهدین نسبت به مسئله نسبت به پدر قائل شدن، برای حفظ دختر هستش، برای اینکه دیگران اشرار نسبت به دختر تجاوزی نداشته باشن و اون رو در معرض خطر و آفت و آسیب قرار ندن، روی این جهته. ولی واقعا اگر دختر فهیمه هست و خودش میفهمه، درک میکنه مصالح و مفاسد را نسبت به خودش، خب اشکالی ندارد ما این رو بگیم اختیار به خودش هستش. مستنداً به صحیحی از امام باقر اینه که اگر زن دختر رشیده به گونه‌ای که میتواند مصالح خودش رو تشخیص بده، اینجا اذن پدر لازم نیست.